بیا اکنون نقابت را برار زهرایم. من دیگر از تو جدا زندگی کردن نمیخواهم. آخر بس است. ایست. چیکار کرده ایستاده ها؟ تمام. نه برار مشکلی نیست. آخر ایستا تو رو میپرونم. دوست داشتم. چیکار کرده ایستاده ها؟ من زیا هستم. مرا میپرونی؟ مرا دوست داشتم نگوی. زهرا با خود بیا. میپرونم تو رو. ایست. هرگز این کارو نکنیست. یا یکی پران مرا پران. حالا هم گپ زده ایستاده استی؟ پران مرا زهرایم. اینجا پران. در قلبم پران. زهرا ایست نه پران همکار. چیکار کرده ایستاده ای تو؟ چی گپه بچه؟ چیکار کردی تو همکار؟ چیکار کردم؟ حیاتت نجات دادم. چرا رو تو پراندی ابله؟ میکشم تو رو. بگی دستت چیکار کردی؟ بیشرف من تو رو میکشم تو رو. سرده مرا. کمیسر دستگیرش کرده. سرده میکشم اون ابله رو. قریب برا بکش. شد من آرام شدم. مرا رها کن. سردارم آرام شوید. خدا جان. دو بیت. ببینک. همکار معذرت میخواهم. با احساسات داده شدم. وقتی دختری نقابدار را از دست دادم دیوانه شدم. خوب هستی؟ کنی ایست آنجا را ببینم. اوه بسیار بد می نماید. به نزد یگان طبیب رویم چی؟ به نزد دختر رفتم. کمیسر بیتون بکشم. حمیدی من بیتون بکشم. آرام شوه. چیکار کرده ایستاده؟ آرام شوه. سردارم آرام شوید. چه خیل آدم هستن آنها؟ یگانه چیزی که من خواستم عدنان جسور رو به نزدم آرم. کاری خودم رو خودم مجبورم حل کنم. خیر این بار خودم رفته عدنان جسور رو میدوزدم. جسور؟ تو کی رو میدوزدی ها؟ اگر توانی انا بیدوز. چی شده؟ خرگوش؟ از ترس تر کرده ای کو؟ نه ترس تو را بسیار لطکوب نمیکنیم. تو پروا نکن کمال برادر. من خودم این رو معیوب میکنم. کنی بیایید هر دویتان را لطکوب میکنم. ملیس را از کمال سیاه ابله نجات میدهم. جسور این چی میگوید؟ نمیشنوی مگر برادر؟ دوست داشته تو رو گپ میدهد. چی؟ دوست داشته من رو گپ میدهد؟ تمام شدی تو تکشی. ملیس با من میزیبد نه با تو. تو و عدنان مانعی به دست آوردن دل ملیس با من نشوید. یا خدایا ملیس کی است؟ برادر با خدای دوست داشته است. دختری دوست داشته مرا ها؟
تو خودت کی هستی؟ سرداری ابله‌ها هستی؟ ملیس مثل گل غنچه است، نازک و ظریف است. او را مگر من به تو بر این ابله کوچگرد میدهم؟ یا خدایا، عدنان او چی میگوید؟ такаши рост мегӯяд мисли ман нозук ва нозук табиат. ё худоё, ман чиҳо гуфта истодам? ин такаши ба сарам бало мешавад. бародар, чаро истодаем? инро ҳарчи зудтар латукуб кунем. ин аблаҳи нобакор маро дуздидан мехост, туро ба дом афтодан, ҳамин тариқ мелисро аз ту ҷудо мекард. وای روبا وای. кани инро бизанему ба маҳалаашон баргардонем, ба маҳалаи хитоиҳо. من خیتایی نیستم، ژاپنی هستم، فراموش نکن. از هر دوی شما هم نمیترسم. من از عشقی که به میلیس دارم هر دویتون رو میزنم. تویست کمال برادر، این آدم رو به من مون، من او رو میزنم. کنی نزدیک شو. یا خدایا، سرم کفید. چه خیل مرد استه؟ ترسیدت ها؟ کنی گم شو از اینجا. آخر عدنان گذار این را، او ارزشی زدن را ندارد. من باز بر میگردم، میلیس از آن من میشود. گم شو از اینجا، گم شو، دف شو، نت شو، زود. شد. آرام شو عدنان. ای خیریت که هایمو دختری فکچقتی چمن خلاص شدیم. جنگاور جانمون خلاص کرد. آمین. انا که جنگاور او دختر بهنه را میگیره و هجری ما سایرم قطی خانه دار میشود. جنگاور رو در کجای بینم؟ اول تشکر میگویم. البته مینداری بکه، البته. چی دپن؟ بسم الله. شما باز کی هستید؟ در محله ما چیکار میکنید؟ من میدونم چه خیل بگب میدروید. نه این خیل. یاسنا جان عجب استادم زیاد چیکار کرد؟ یک با او زنگ زنم. الو استاد زیو، استاد من این زهرا رو زدم، شما زهرا رو پیدا کردید؟ یافتم هجری. با دامل زیو بودن شما باور نکرده؟ نه باور نکرد. استاد جانم، دیدید بسیار زیق شدم. استاد زهرا هم به نزدیک حقیقت را میفهمد، پروا نکنید، غمگین نشوید. استاد نو به سرم یک سوال اومد، ممکن است پرسم؟ نپرس هجری، نپرس. استاد در قروتاو گوشت انداختن جایز باشد یا نه؟ چی؟ همین قروتاوی گوشتی جایز است؟ الو؟ ای مرک، الو استاد؟ الو؟ کش تلفونه؟ خیلی مایلش سوال رو بعد میپرسم. اوچان؟ بابا؟ ای جنگاوره؟ اوه جنگاوره، آزی جزاشو همیتا. آفرانکن؟ زنو را زن! گم شوید! دفشه نیوجه! ای خدا را شکر شه، خدا را شکر شه. ای آفرین جنگاور، کن تبزه! ما هم در باره تو صحبت داشتیم. آدم رو باید بیاری می آمده است. بچم ما را قرضداری کلان کردی، ای بلای کلان خلاص کردی. انا کو ای ما یک ضیافت کلان برای تو. بیا خانه بریم. رفتیم بچم، یک آشی بمزه میپزیم. خانم تشکر گفتن لازم نیست، از راستی لازم نیست. من تنها یک چند کوچگرد رو زدم، یعنی باور کنید تشکر نگوید هم میشود. ای بچم تو چی میگوی؟ ای وقتی که تو هجری را از سنم جدا کردی
ما ای زمین تا آسمان ای تو نداره رفتیم Висеть, ну что мекнет? Акнудим хороя تو چه خیلی آدمی خوب بوده ای جنگاور. همکار قریب بود مرا میکشتی. دیوانه هستی؟ حالا هم گردنم درد میکند. مراد ما حیاتو ترا نجات داد. هم خیلی می نداری بیان میکنی. دوستم بسیار درد دارد. کنه بینم کجایش درد میکند. دست بگیم مراد التماس مرا نرد دستگ نشو. رنگ میرالیش کم با کارات بگونی هم. قرطق مجی خیلی نفس کشیدن نمیتونمه. داملو زیو بود است. من به تو نشان میدیم زیارو. بگی دستم بیزار کردی نکیم تو. آرام شب همکار خودت را به دست گیر. انا اومد دردی سری من. بگی بچم بگی همه یمی در سرخانه برای خودت کردم. بگی بچه. وقتی که تو او دختر هجری جدا کردی چیزی که بخوای ما اجرا میکنیم. میمون عطای خدای. دختر جان اکد ده زنگ بزه بگو تیز بیویا. شخصا خودش جنگ آورده تشکر بگه. تیز زنگ بزه. ای دختر تو شخصیده ایستادای؟ چی به ایستادای مطرح میگم؟ تو چه خیلی دختری مایی؟ یک تلفنم کرده نمیتونیه؟ بگی بچم بگی بخور. بگی شرم نکن. بگی جنگاور جونه تلفن زن زدیسته. معذرت میپرسم. الو. ولی بفرمایید گوش میکنم. ولی فهمیدم. ولی حاضر در یک جای مهم هستم. مهمانم. تمام. زود با مکان حادثه میآیم. دور نروید. جواب نمیدهد. آخه چه جواب نمیده؟ این جنگاور هر روز مهمانی مایی که او جواب نمیده. یک اسمس جواب که جواب ده عصبیم نکردن. ببخشید من باید زود بروم. مرا در مکان حادثه منتظرند. تعجیلا. نه نمیشه بچه. ای حاضر اومدی نمیشه. ولی رفتنم لازم. نه بچه جونه خیلی نمیشه. هیچی نخوردی. این پهلوه بگی بچه جون. بگی همه خیلی با مزه که بشی بچه. نه که بچه من نمیمونم که تو برای. نه نمیمونم. هیچ کجا نمیرای. ما میمون منایی خیلی جواب نمیتیم. آقای سعدی بیا هممون یک جویا یک صورت خودروی بگیریم. ها کو دخترم بیا یک سلفی بگی. تو چی ایستادی؟ نمیشنوی اوچت چی میگه؟ تو یک صورت من بگی؟ ده بناشم من خودم میگیرم. کو یک سلفی انا بسیار زیبا. انا که این صورت چمن ستنگچه در روی که بنویس که دامادی تو در خانه ما افقاتای بمزه خورده سای افقاتای تو بقلش نیست. بنویس خانم چمن دیوانه میشود. دیگزار دیوانه شود. او رویش کن آخی. تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ چه خیلی فرزندی گم نگیری؟ همون صورت رویی که میگن نمیفهمی؟ ای حالم باورم نمیآید. آن مؤذن باز لباس جنگاور رو پوشیده اومده ما رو فریب کردن میخواست است. ای به خدا هر وقتی که به یادم میآید عصبی میشوم. زنک جان ها کنی از این یک بینشو آرام شو. نسبت جنگاور رش برده است. برای همین همین که کرده است. گوش کن سنا. دیگر هجری قدمش رو به این خانه نمیگذارد دخترم. با تو اسمس آمد زنک جان. شنیدم خودیر. کار نیستم. تو بسیار عصبی هستی. یا خدایا. همش از پشت هجری است. آی با چشمونم باور نمیکنم. چی شده زنک جان؟
охир домоди ман дар он хона чӣ кор мекунад? бо селфи кардаанд. қодир ҳиҷрӣ дар куҷо аст модар? ӯро намебинам ку? бас кун ҳиҷригӯиро. охир ту намефаҳмӣ магар? душмани ман домоди маро аз ман ҷудо карда истодааст. ман рафта домодамро мегирам. ба худо мегирам. занакҷон, در کجایند نینزاها؟ در کجایند؟ نینزای حقیقی من هستم. بخیز بهتر بیا. بخیز. با رنگ نورمدی کجل رفتور داری. آخر چرا با من خبر نمیدید؟ ابره چرا خیر میکنید با من خبر نمیدید؟ خانم تونین را تا فرودگاه برده زود از آنجا گشته آمدم. اگر در وقتش برگشته می آمدم جزایش را میدادم. خانم تولینا ایرپورت بردی پدر؟ برای چی؟ دختری تقایم نامزدی دارد. برای همین به خوجند رفت. از می دیونه تام ختم تولین میرفتی عصبم آروم میشده میرفتی اونجا شلشکای خوجانی میزدی استراحت میکنی. خاموش باش بهتر بیا. خبر نینزه ها را شنیده زود به اینجا آمدم. در کجا هستن آنها؟ охир падарҷон, аднан ҳамашро лату кӯб кард. барои ҳамин ба ту ҳеҷ кас намонд. аз ҳамин лиҳоз туро хабар накардам. раҳмат камол бародар. медонед ҳамаи он нинзаҳоро ба қабристон фиристоданӣ будам, вале духтари ниқобдор онҳоро ба ман нагузошт. агар мегузошт ҳамаи онҳоро нест мекардам. ҳа ҷасур, чеҳраи духтари ниқобдорро дида тавонистӣ? комиссар мурод, номи ӯ маълум аст. ниқобдор чӣ хел медидам? ҳа фаҳмо. ҳамин камол ба ми девнагиш аслида ба ақалтар мурод. ин чӣ хели саволе ки чеҳраи духтари ниқобдора дидӣ ё не мурод? аз болои маска чӣ хел рӯшан мебинад? ё раббилоламин. ё худоё тавба. шояд гарданатро зер кардан ба сарат оксиген намеравад зубайд? вақте ки ма ҷиқидим қиртиқота оксиген нафас кашидан натонистӣ, пружной сар ки вайрон шид, баъдам хел ҳаққи саволи беақло намедӣ. намедонам ки гулӯи киро зер кардааст зубайд. ма қиртиқоитара ҷиқидим ки ё китай мара. дар бораи духтари ниқобдор ҳатто камтарин маълумотро фаҳмидан мехоҳам зубайд. ҳоло ҳам маълумот мегӯяд. муро ту маро девона мекунӣ. бародарам, духтари ниқобдор зӯро шаъли аст. чаро намефаҳмӣ? зӯро шаъли зиндаст охир. я фикр кун. зӯро шаъли духтари ниқобдор чанд бор омада милисро наҷот дод? 2 бор. духтари амакиша вагарна барои чӣ наҷотш мета? каме фикр кун. ин чӣ мегӯяд? сафсата нагӯ зубайд. зӯҳро шаъли будааст. як ҳикояро ҳамеша нақл кардан дилатро намегирад. دخترم زینب در کجاست؟ زینب در کجاست؟ راست گفت. زینب در کجاست؟ یا اینکه نینزه ها او را بودند. چی گفتی است پدر؟ با او هیچ چیز نمیشود. از پشت او شده دختر نقابدار با من رفتاری خوب نکرد. تو چی گفتی است مراد؟ چی گفتنم را میدونم مگر گلویم را زیر کردی به سرم اکسیژن نمیرود. آرام شوید من حجرش را میبینم. آنا خودش هم آمد. شام بخیر. زینب جون با می لباس رنگ دلوار کریم اوهی او جون جگری مایی. خوب هستی؟ یا که زینب یگان مخلوق خفت کرد؟ خوبم با من چیز نشده است. بیا دخترم بشین. بشین در برم. آخر با او هیچ چیز نمیشود. از برای خدا نیزه ها زینب را چیکار کرده میتوانند؟ به این هم او با من مشق جنگیدن رو میآموزد، کاراته رو. تو واهمه نکن آخر جسور. من دستم رو به در زدم. هیچ چیز نشده است. در زدی؟ کویا بر بینم. زینب بخی بلنسد برام. آخر چی شده است با اون نینجا ها؟ عدنان رو چرا دزدیدن میخواستند؟ فهمیدید؟ فهمیدیم. ولی کی بودن دختر نقابدار را نفهمیدیم. تو یگان فکر داری زینب؟ دختر نقابدار در کجاست؟ دختر نقابدار؟ مرا چند بار من با تو گفتم دختر نقابدار زهرا شانلی است. دختر نقابدار در حقیقت زهرا شانلی است؟ همون دوست داشته کلتکل است ها؟ بهتر بیا. نمیگذاری که آن دختری بیچاره در قبرش آرامانه خواب کند. پدر جان این بچه‌تون کارگر کیگبی است. چیزی که من میدونم شما نمیدونید. مراد من در حقیقت در باره دختری نقابدار چیزی نمیدونم. به این هم تو در یگان مسئله چیزی رو نمیدونی. دنیا چپه شود تو پروا نداری. مراد اول اینکه دختر نقابدار رو تو از دست دادی، باز اومده اینجا مردم رو پرس و پاس میکنی.
آخر تو چه خیل آدم شده ای مراد ها؟ ای راستی من دیگه ترا نمیشناسم. تو گپ نزن زبید. به تربیه. دختر نقابدار از پشت تو گریخت. اگر او را نمیپراندی من او را دستگیر میکردم. در حقیقت کمیسر زوبای تو چرا دختر نقابدار را پراندی؟ آخر او مرا از دست نینزه ها نجات داده بوده؟ گوش کند نن میفهمانم. اگر دختر نقابدار را نمیپراندم دختر نقابدار این ناشکر را میپراند. با شرم حیا را نمیدونی در بین مردم زیدی ما گم میزنی جنابی مروده؟ بخدا براو. اگر می از می دیونه نمیبود احوال تا بد میکردم. آدمی پست. خودم رو به زور میدارم که این کمیسر رو نزنم. سردارم. بله سردارم. فهمیدم سردارم. بله او هم اینجاست. تمام سردارم. مراد خیز سردار زنگ زد. یک مسئله مهم است. چه مسئله مهم است؟ دختر نقابدار دیده مسئله مهمتری نیست. تو بیرا من مانده شدم. دختر نقابدار رو دستگیر کردن. چی ها میگویی ها؟ در امنیت است. منتظر ما است. رفتیم. یافتم. نهایت یافتم. این ابله رو ببین. ما رو یافته است گفته چقدر خوشحال شد. نمیفهمم من با این آدم چیکار کردم؟ رفتیم زبید. بخدا زوری مراد. ای راستی فقط در سرت فکر دختر نقابدار خیالی شده. اما دختر معقول ته دیوانه ای تو رفته میگویم. معذرت میخوایم. بوی کشید معقول میشه. بو بکش چه میشه که تو نمیگیری؟ معقول شد. بوش به مزه. ای آفرین دخترم. جناب من حاضر باید روم. بعدم باز میایم. میشود شام بخیر احمد. بچم هیچی نخوردی. اولی بیز چمانی ستانچه میویا. چی؟ چمانی ستانچه؟ حالا نه اومدی جنگوور مگر میگذاریم که روی کنی بینشینی. بشی. انا اومدن. بنفشه در بکشو. ای کنی یک سوئیس تو در کجا هستی دامادی من؟ ای چه اومدی؟ دامادم. ای دامادی من تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی دامادم؟ تو دامادی من هستی. دامادم رو دیهید؟ نمیمونیم. اون مهمونی موی مورا ایادمای بد خلاص کرده. ای دامادم تو دامادی من هستی؟ چرا این زن رو خلاص کردی پسرم؟ البته خلاص کرد. چی با خلاص نمیکرده؟ جنگاور را نمیتیم. چرا دامادم را نمیدی؟ نمیفهمی؟ نمیتیم گفتم نمیتیم. این جنگاور مهمونی موی. میفهمی یا نمیفهمی؟ جنگاور مهمونی ما است نمیدیم. جنگاور دامادی من است. این میمون زنم ارزش جنگاور رو نداره. دیوانه شیطانی تو. نسبت من حسد میخوری. همین خیلی نسبت من رشک داری. کسی که با من عاشق میشود او رو هم رشک میکنی. هجری تمام شد و باز از پس جنگاور شدی. میمون زنم تو جنگاور رو جادو کرده ای. وگرنه چرا با تو عاشق میشد است؟ نمیمونیم. خونه ما بس کنه. بس است. چیکار میکنه داخل؟ آدم های کلان ای بس. مادر جان گناه است داخل. ای پسرم مادری تو من هستم. چرا تو این زن رو مادر جان میگویی؟ بله راست میگوید مادر جان. گناه است نکنید. آفرین پسرم. تنها مرا مادر جان گوی. پسرم بسیار شیرین است. بسیار شیرین است. ای زنک جندی شده. او فقط تو را اوچه بگه. من در سین سالی اوچهشم. منم میتونه اوچه بگه. بس است آخیر. کنی جنگاور رو با ما دیگه. جنگاور از که باز جنگاوری تو بوده است؟ به هجری چه خیلی که خیانت کردی؟ با این هم خیانت میکنی. در 2 دقیقه خیانت میکنی. عقلش رو خورده است. با این دختر باور کرده نمیشود. من شما رو آگاه کردم. گپایش رو شنیدید؟ گپایش رو. تو کی هستی آخیر؟ تو چی ها میگویی؟ تو فت پریده؟
حاضر با تو نشون میدیم. کنی جربی من؟ باز کنه از برای خدا این جرم ها رو کی در اینجا میگذارد؟ вайроншавии ҳозима зардаҷӯш боднокии рӯдаҳо харобгардии фаъолияти медаю рӯда турши аз меъёр зиёд ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад. оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост. роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост. оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда. سرها را دستگیر میکنید. هر دو این زنها آدمهای تاجر و ثروتمند را به دام خود افکنده شانتاژ میکنند. اوف مراد، به این زن نگاه کن. همین قشرینکی است که بسیار زیبا است. قسم میخورم همه را به دام میاندازد، همه را میلشپاند. همکار تو این را نگاه کن. مار کو بینیمش؟ ای تا با زیبایی که همکار چی کار میکنی ها؟ من تعروسی مرا بگی بزارت نه او رو اول من انتخاب کردم. بیده میگویم بچه یه من یه تو رسم رو بیده میگویم. بچه ها شما چی کار میکنید آخرا؟ این زنها در کارهایشان بسیار ماهرند. تا حاضر قریب 40 نفر آدمهای ثروتمند را به دام افکنده، دلخوشی کرده، رسم گرفته، تهدید کردند که رسمها را به زنهایشان میفرستند و پول گرفتند. مارها عروسه بینند. کنه بیده اون را. مراد چی به عقل داری به عروسه اینجا؟ نبینم این دختر زیبی ما داره. این نبینش روی سیاه موی سفید رنگ زینبه. ایت رنگ عالم ببیای زیبی تو داره. عالم زیبی من را ندارد، فهمیدی؟ اون را بیده. ای بچه بگی دست به عقلی نکن. بچه ها چی کار میکنید؟ به خدایید یا خدایا گوش کنید. هر دوی شما نقش دو ثروتمند و عروس باز را میبازید. با این دخترها شناس میشوید. بعدا هر دوی این دخترها شما را شانتاژ میکنند که در روی جنایت آنها را دستگیر بکنید. فهمیدیم سردار، فهمیدیم. کنی به من بیده. به عقل بدی عروسی مرا اینجا؟ عملیات رو برباد میدهی. به من بیده. برای چی عملیات محو میکردم من؟ همکار چیکار میکنی؟ اون دختر تو رو نگاه نمیکنه داخل. برای چی نمیکرده؟ پیر شده ای تو نگاه نمیکنه تو. بچه‌ها شما چیکار میکنید؟ سردارم همین دختره که ما بگیرم. نه من میگیرم. برای چی تو میگرفتیش؟ هم دختر زیبی ما داره نمیفهمی؟ همکار به من ده دیوانگی رو بس کن آخر. ای جینگلم خیلی خودت خلاصه ببرون. کدام دختری که مدام معقول میشه مراد میگیرش. مراد همشه میگیره. همشه اینمی مراد میگیره. جون ما در نوکی بنی آورده سردارم. نفس میگیره. جون ما در نوکی بنی آورده. از بخیلی میگوید سردار. بچه‌ها به خدایت درباره عملیات یگان سوال دارید؟ من دارم سردارم. وزیر ما نقشی مردکی اویلدار، ثروتمند و عروس باز رو میبازیم. همین خیلی نیست؟ اولش که در کیسه ما یک سومون پول نداریم و اویلدار هم نیستیم. خیلی اویلدار هم میشوم. در نقشم هست. زینب میگیرم. توی منم نزدیک اومدگه. عجب زینب زنی مشیده میتونه جنگلم بو. در همی عملیاتم اگر زنی مشوه چی خیلی سردارم. چی؟ خیلی عالم ببی زنی مراد شوه میشوه. بیهودگویی نکنید. این بار خاندار فلان نیست. نمیگذارم که عملیات را محو کنید. شما حاضر اینها را بگیرید و در حال به کار شروع کنید. گپ نیست جنگلم. سلنوس کالی زینب میگیرم اوی بینید میریزه. در چلیک زینب چله را میدوزم مرادم دام میگیره. چی لستوی میکنم؟ یک اول از زینب میپرسم که روزی هست یا نه. بیهوده حوث میخوری همکار. زینب با تو خاندار نمیشود. اگه برای چی زینب زنی من نمیشیده؟ میگوی زنی تو میشوم ها؟ زینب ای مای مراد یک گپت بگم. همین آرزو دارم که در توی ما و زینب روی تو را ببینیم که چی خیلی سرخ میشیده. تلخیت بکفه. به این خیل میشود زبید. به این خیل میشود. رنگ میمونی
ای بیا دامادم بیا. ببین خواهی میتوانی امشب در خانه ما بمانی. خیر میلش خودت میدانی. ولی پگاه در خوراک شام منتظرت میشوم. حتما بیا دامادم. قابل دادن نمیتوانم. هر لحظه کاری مهم میتواند براید. با خدا زیق میشوم. گوش کن حتما منتظر میشوم. برای ما را همراهی کردنت تشکر پسرم. شب خوش. شب خوش دامادم. شب خوش. گوش کن جنگاور، با دامادم گفتنی های مادر و پدرم حوست نکند بس، چون که من با تو خاندار نمیشوم. جنگاور منو فهمیدی؟ با کی خاندار میشوی؟ با تو چی؟ برا کنی؟ بیرو زود بیرو. فهمیدی؟ فهمیدم. خوب تو چرا از روی تکشی شکایت نکردی؟ چرا شکایت میکردم مخیر؟ من دوست میدارم که او را بزنم. گوش کن اگر شکایت کنم پلیس او را زیر نظارت گرفته محکم میکند. بعد او را زدن نمیتوانم. زینب باری گذشته او را چنان لطوکوب کردم که تو باید این را میدیدی. ببین این خیل مشت زدم، این خیل شته زدم، بعدا یک کلای دیگر زدم. آرام شو چمپیون. میگوید که ما باید از ملیس دور شویم. آخر تو خودت کی هستی که میگویی از ملیس دور شوید ها؟ میدونی چی میگویم؟ با تو هم تکشی هم کامولیسیو عاشقند. حافظه کامولیسیو در جایش نیست، تو رو به یاد ندارد. اما تکشی با تو سخت دل داده است. هر دویشان رو نمیخوام، هر دویشان رو میزنم. انا این خیل زینب جون خوب هستی؟ تمام خوبم ملیس جان. معذرت میخوام، عقلم در جایش نیست. آخر با تو با این احوالت باز مشق میکنم. من خوبم. کمی شین زینب، به اینجا شین. خوب هستی همین خیلی؟ میبخشی؟ خوبم. وای زینب، یک چیز به یادم اومد. آن دختری نقابدار کی باشد؟ 2 بار هست که حیاتی مرا نجات میدهد. یک بار از دست نینزه ها نجات داد، یک بار دیگر از نامزدیم. نه آخر این دختر کی باشد که به من یاری میدهد؟ نمیدونم آخر ملیس. بگی برادر؟ نوشی جان. تشکر برادر. مقصد این که زهره تو رو باور نکرده؟ زیخ شدم برادرم. گوش که برادر، با فکرم افتی نود معقولش نشید. بینی طبیعی بوریکش کده، همه بینی کرچکمانان زور بود. ممکن خیلی روی نغز نبینه. شوکت بس کن سفسطه گویی را. یا خدایا توبه، به این هم عصبی هستم. برای چه عصبی شدیسته؟ یا خدایا عیب ما چیه؟ با فکرم گفتکته یا خط شوکت زندگی میکنه یا خطی ما. سر و سیمه نشو، آروم باش. گوش که برادر، شاید دختر نقابدار زهرا نیست. ما خطا فکر کردیم. وقتی دختر نقابدار زهرا گفتی تو، اورم با خودش گفت کوبه گوش کنم همین پدناله چی میگفته باشه؟ این خیل میشود مگر؟ 2 سال از پس اژدهار بود کو؟ ملیس را 2 مراتبه نجات داد. بجز زهرا کی بوده میتواند؟ به خدا به فکرم دلیل عمیق نداریم برادرم. اون نباشه چی؟ اگر دختر نقابدار زهرا نباشد هم زهرا زنده است. او را پیدا میکنم. اوه برادر، این چوجه کیه؟ با تو چی؟ رسم را با من ده. بدبخت هرچی به تو گویم. تو زهرا را میابم گفته در گرد و اطراف همیشه داد میزنی، با شر نکرده عروس بازی میکنی. شوکت چی ها میگویی؟ چه خیلی عروس بازی؟ با همه چی کار داری؟ این عملیات است عملیات. یا خدایا توبه. این روسیوی نگفتی هیچ خیلی عملیات باشه؟ بدبخت ما رو خبر کده خیلی عملیات رو خدمت کنیم. آخی
گوش که برادر خیلی عملیات رو گفزه ما حل کنیم. تو ای پس زهرا بشه. میابم شوکت. زهرا را میابم. نامره تلفن این عملیات ما دابطه من حلش میکنم. تو ای پسش نشه دیگه. این خیلی باشد من میخیزم. شبی خوش زیبایم. با دقت باش ها. تو در را محکم کن که یگان کس نداروید. شبی خوش میلیس. اوه کمیسر مراد، یعنی لباسی دومولوگی پوشیده مرا به دام افتانیدن میخواستی؟ مرا به جای ضعیفی هم زدنی بودی ها؟ نامی دوست داشتم را استفاده برده مرا دستگیر میکردی؟ من جواب این را از تو میپرسم. تو رو به خودم عاشق میکنم، بعد ضربه سخت میزنم. انا به دومم افتادی. این آدم چی خیلی به من اهمیت نداد ها؟ عجیب چخیل به من اهمیت نداد. به من هم اهمیت نداد. به خدا من بسیار حیران شدم. امیدوارم این رو به من میفهماند. انیق پیش یگان زن میرود. ببین چخیل پوشیده است. ملیسی عشقم، تمام شب از فکر تو به چشمانم خواب نآمد. برای یک لحظه دیدن تو دنیا را میدهم. دیشب اون تکشی ابله رو چخیل کوب کردم. تکشی؟ اوف، حافظه این آدم کی بر نگشته باشد. بس است آخر. از پوشیدن این لباس ها دلگیر شدم. اون تکشی نیست مگر؟ تکشی؟ او چخیل جسارت کرده است که به اینجا آید. پیش درو. گل زیبایم ملیس. عدنان جسور اینقدر آدمی بی شرم بوده است. آخر تکشی به تو نگفته بودم که دیگر به اینجا نیا ها؟ شته های خوردهت بسی نکرد. اینجا چیکار میکنی؟ باز شته میخوایی؟ من به نزد تو نآمدم، برای دیدن ملیس آمدم. چیکار میکنی ملیس را؟ با تو چی ها؟ از تو باید پرسم. البته از من میپرسی ابله. نفره که دوست داشته کمال سیاه رو با چشمی بد نگاه میکنه چشمانش رو میکنم. عدنان ملیس دوست داشته من است. تو خاموش باش. نخندون مرا عدنان. مگر ملیس دوست داشته این میشود؟ ملیس مثل یک گل نازک و نازنین است. مثل ملیس بر این دختری زیبا در دنیا نیست. بس کن. مرا با این گپ‌هایت عصبی نکن. گم شو از اینجا. ملیس اینجا نیست. در کجا است؟ نیست میگویم، نمیفهمی. باید که او رو ببینم. هر ثانیه که او رو نمیبینم در نظرم مثل سالها دراز میگذرد. برادر این دیوانه شده است. یا خدایا بیمار است. چی هست؟ نفهمیدم. عدنان ملیس همین است؟ ها همین. عدنان گوش کن. تکشی بسیار بچه خوب میتوبد. ملیس رو با او دیهم رود گم شود. چی گفته ایستادای برادر مرا عصبی نکن. آخر عدنان این دختر بسیار خطرناک است. من این دختر رو با او میدیم رود. بگه تکشی این رو با خود گیر. رحمت چی کار میکنی برادر؟ بیا رفتیم آخر. رسم رو با من ده. نه نمیدهم. بیده رسم رو. مورم هم نمیدهم. رسم رو بیده میگویم. نمیدهم. بیا رفتیم. من این دختر رو با این دادم. رفت. بیا رفتیم. کمال سیاه تو چی کار میکنی ها؟ سلام همکار. سلام. معلوم شد که دخترها حالا هم نآمدند. زود روز عوض رفتن ممکن.
اگر جوابشون داده باشه حاضر میرسم. مسخره باز. مرا گوش کن. وقتی دخترها آیند تو گپ نمیزنی، تنها با انگشتانت اشاره میکنی. اگه برای چی تو گپ میزدی؟ من هم دهان دارم، زبان دارم، از همه مهمش من تده خشورترم. شد همکار، فهمیدم. آمادند. کاتش ما 200 میلیون دلار نقد کردن راستی گپ نفروخته باشه. گپ زن نگاه دارم. همین خیال دوستم خوب کردی. میگم جورا بگونه نشود تا 100 میلیون دمیتمش. مصلحت میکنی. مرا نگاه داره؟ نه مرا نگاه دارم. اگر کرته اطلسشون بپوشونی رنگی سعی جلال طاهر میشود. چشمکیم زده است. اگر بفهمم که یک سامون نداریم چی میشیده باشه؟ همکار چرا تو رو نگاه میکردند؟ انگشترینت رو نگاه دارند. سستتا نگو بچه بی اخلاق. این خیستن پیش میلیونر آمده است. سلام جنابان، با شما نشستن ممکن است؟ چی بله؟ شما فقط امر کنید. مرحمت بشینید. 20 دقیقه بکشم. مرحمت بشید. تشکر. تشکری زیاد. دیک. سلام. السلام. زبید مرام شما با. من داشتم لیلی. من شیرین. مراد. زبیدم. از شناسایی شدم. مایتی ده شدترم. من مراد هستم. مراد. همین 100 میلیون در میتونم خونه را مراد. و خاطرم بانوا. مقیم منصور 65 میلیون دلار دادم کرته اطلس پوشیدن لباس دختری خاطر گرفتن رفتن روسیه. قطعی هم ده کرته اطلس میره در مسکو سیتی نوزی در جشن بگیرین. من راستی؟ اگه میگم دبی تون ببرم در سری برج خلیفه ببرم تون دبی تماشا کنین. هر تا بالا برج خلیفه با پاراشوت با تگ میپارتیم. چی گفتی مراد؟ من به تو نگفته بودم که اینها اینجا عروس بازی میکنند. مراد این به تو هیچ نمیزیبد. چرا با من این خیلی رفتار کردی؟ با اون نگاه کن. زبید رو هم به خودش مانند کرده است. اگه مراد خودم خوب نیست. بیچاره رو بیروحه کرده است. یگان چیزی دیگر میخوایی؟ باز شربت بیو. تمام نوشی جان. یا خدایا، دخترها باز او آمد. با من چسبیده است، دور نمی شود. این آدم با بودپرست مانند است میلیس. بگذار مانند باشد. با ما چی نازیه؟ با ما چی دخل دارد بودپرست بودنی او؟ من در جای خوانده بودم بودها هرگز دینشان رو عوض نمی کردن. یعنی تو واگویی که با جز مسلمان من با دیگر یک جو بودن نمی توانم. با فکری من انیق از دست می کشد. او نازیه این چه خیلی دانایی است. زهر بریم به خدا. کاش من هم می داشتم. یک چیز میگویم، فکری گفته‌ات بد نیست. بله همین خیلی. سلام ملی. بیا ما از پای کار میشیم. تاکاشی. سلام. سلام. گوش کن تاکاشی، تو بسیار آدمی خوبی، اما من با نفری که مسلمان است یک جا شده نمیتوانم. یعنی با این اویلم و نزدیکانم اجازت نمیدهند. چی؟ با فکرم از او خلاص شدم. یعنی مسلمان می بودم با من یک جا می شدی ها؟ البته چرا نمی شدم، ولی از سبب که دینت رو عوض کرده نمی توانی. غمگینم. یا خدایا، نهایت خلاص شدم اخیر. خلاص شدم. دخترها چه فردا رفتید. جنابان ما میخیزیم.
به این هم بگاه با میخوریم. مایل ما هم برام ورتالو و زپرافکا کنم بی کردم. روز بخیر. تا بازدید. میگم اکن نمردیم شاید در خانه ملانیر استراحت میکنی. زنامون خارجه رفتن. قصر کلان خالیه. اویلکم گرفتم. تو سهر تی حساب شو میکنی. این خیر باشد بگاه میبینیم خیر. بای بای. بای بای. خیر. خیر دخترها خیر. همکار تو هم اکتیوری خوب بوده ای. در 2 دقیقه دل دخترها رو یافتی. ما در این کارو تجربه زیاد دارم برادر. کم کم بیاد ترم میاموزن مراد. زبید دخترها با تو نه به انگشت دستت عاشق شدن. ولی شمسی بچه مجید اروپا میبره تلخیت میکفه. زینب آن دخترها کی بودند؟ کدوم دخترها؟ کدوم دخترها؟ مسخره بازی را بس کن. هر دویتون با اون 2 شیطانچه روی راست عروس بازی داشتید. زینب همش میفهمونم. چی رو میفهمونی آخیر؟ هر دویتون آشکارا خوشحالی داشتید. هیچ شرم نکردید؟ زینب ما گناه ندارم، مراد گناهگاره. منم مراد بیراه کرد. ما بچه نغزم. دخترها رو همه گفت که بیام بشینن. من نمیدونم چی به خیلی کار کرد. چی میگویی تو همکار؟ حقیقت رو بگوی آخر. بگوی در عملیات هستیم. عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ در این عملیات باید این دخترانی را که آدم‌های ثروتمند را فریب میکنند دستگیر کنیم. در عملیات بوده است. تو کی رو فریب میکنی؟ تمام، مادامی که این خیلی است ما هم در این عملیات اشتراک کردن میخوایم. هرگز. عملیات پیشتر از پشت شما شده محو شد. به یادتان هست؟ تو برای چی خیلی میگوی همکار؟ خانمالم راست میگوید. نقش ثروتمند اویلت‌دار رو بازی داریم کو؟ با ما هم سر در کار است. بخی گوشه اولم بی او طرف بزن. یک گوشه تیزه های. زینب در این عملیات زنی مشه بخرمت. گرده تا بخرم زینب. التماس دارم عملیات زنی ما بشه. التماس میکنم زینب جان. من باشم زنی تو میشوم. انا ببینی که عملیات چی خیلی زور میگذره. نمیشود گفتم. سردار امنیت اجازت نمیدهد. در این عملیات شما نیستید. زبید رفتیم. زنک جان بیا تو رو به خانه ببرم بگو صحبت میکنیم. در خانه باشی یگان جون نبرو. پیش از اومدن من شما را زنگ میزنم. خوب از دلی من. چی؟ خیلی مراد سازی دیگه نه از کاراتون. نگاه کن عملیاتی گفتهشان دروغ است. اینها ما را آشکارا فریب میکنند. سایرام چی رو صحبت کردن میخواستی؟ کنی گبزان؟ هجری با تو باید یک چیزی مهم رو صحبت کنم. سایرام من چی گفتم؟ خیر چیزی گفتنی گبزن آخر زود؟ میدونم که غمگین میشوی ولی من با تو خانه‌دار نمیشوم. چی؟ میدونم که غمگین شدی ولی من فهمیدم که دلم به تو مایل نیست. در عصر 21 چه خیلی گهواره بخش بازن؟ سعدی ای کرشید کو انا با نزدیکی خانه دار میشوم. شده که چه تمام یا اکه گوهمونه محکم کنیم نبینن اون شرم نکنن. من دلم رو با دیگر کس بستم هجری. خدا رو شکر از سایرام جانم خلاص شد. سایرام دختری هوشیار کنی بگوی با کی دل بسته ای با کیه؟ با جنگاور. با جنگاور؟ کاش هنگامی نیزه ها رو زدنش او رو میدیدی. جوان مردی حقیقی یگید چونان با قوت بود که یک و یک بار دلم با او گرم شد. یا خدای غیر امکان است. بیرو هجری اکنون تو رفته با سنم گپ بزن. او رو دوست میداری. بیرو.
бале наздию меравам. лекин ба ӯ дӯстдориятро гуфта наметавонӣ? чӣ хел гуфтанамро намедонам сайрам. чанд бор гуфтам он духтарро тамоман фаҳмида намешавад. мисли ҷанговар бишавохир каме егид бишав ҷасур бош. чӣ кор мекунӣ? пешаш меравӣ, дарашонро ин хел мекӯбӣ, ӯро хосгорӣ мекунӣ. агар надиҳанд мерабоӣ, гурехта меравӣ. мисли ҷанговар бишавохир. бихез. ман меравам. ист. ба ӯ бигӯй ки аз ҷанговар дур шавад. ҷанговар аз ман аст. худоё, ман акнун чӣ кор мекунам? рав ҳиҷрӣ, чаро истодаӣ? рав бол гап зан. майлаш. ҷанговар, ягона султони қалбам, кай бо ту во мехӯрда бошанд. санам, санам, санам мегӯям. санам, баро бояд суҳбат кунем. ё худоя тавба. ба ӯ нигоҳ кун. эҳтиромаш кардем, ба болои сарамон баромад. барои ночиз кор номзадиро барҳам медиҳаде? не охир корашро бин. тавба кардам худоё. охир гуноҳ аз ман аст. бисёр эҳтиром кардам, бисёр. ба кӣ мегӯям санам? ба берун баро. ман инҷо мунтазирам. ё худоё. дар куҷост ин духтар? санам? хайр, ангуштаринро партофтӣ гуфта аз шарм рӯбарӯям баромада наметавонӣ? пушаймонӣ фоида надораду, аммо ман одами бевиҷдон нестам. санам, нисбати ман хато кардӣ, аммо ба ту охир он имкониятро медиҳам. баромада аз ман бахшиш пурс. асабиям накун гуфтам, асабиям кардӣ. дили маро вайрон кардӣ. санам? санам, як сония. санам, як лаҳза истедед. илтимос истед. санам, модарҷон? модарҷон, ман омадам бипурсам ки аҷабо ягон эҳтиёҷ доред. бо садои баланд дод задам, фикр кардам ки хоб ҳастед, барои ҳамин вай кардам. яъне ҷорӯ истед. охир баро модар мегӯяд. модарҷон, илтимос баро гӯш кунед. ҷавоб биде, ҷавоб биде. ана ба ту. ин ҳама ҳақ. ба куҷо мегурезӣ? модарҷон, илтимос. ба куҷо мегурезӣ? исто. инҷа биё. биё каме инҷо бишинем. биё. бунавша, ман ниҳоят бо ҳиҷрӣ гап задам. дар бораи чӣ? дигар ӯро дӯст намедорам гуфтам. чӣ? ё худоё, шунидагиҳоям рост аст? ба гӯшҳоям бовар намекунам. бунавша, ман диламро ба дигар одам бастам. ба дигар кас? ба як йигит бастам. зебочашм, ҷасур. ай худои ман, гӯё ки маро таъриф дорад. номи ин шахси ҷасур? бале, султони қалбам ҷанговар аст. ҷанговар? чӣ? ҷанговар? дигар ба маймунсанам коре надорам. чӣ коре хоҳад кардан гирад. бале, биё равем. меравем. о ҷанговари лаънатӣ, о ҷанговари лаънатӣ, ту чӣ хел дили дӯст доштаи маро дуздида метавонӣ?
من تو رو میکشم. 5 ماه شد اویلیک مونامتی ها. روسیا ای وقتی که سیاره میدی اونا رو دیده بود دیوونه تر شده دیگه ما دا اویلیک نیست. خیلی کار کردیم ما تو زن نمیگیریم دیگه. توبه کردم. بسیار درست میگوی برادرم، ما باید هر چه زودتر کار بیابیم. آها بابای قادیره کو چیگه باشه علما رو جمع کرده وقت چه مافیا جمع کرده باشه چیگه پایی ندونم. کافی است. از این پس خراشایی که جمع آوری میکنید به من میارید. در عکس حال جنگاور دامادم کاری ضروری رو میکند. جنگاور داماد من است. از این پس هوشیار باشید. مایل شکر رفتیم از پس کل میشویم. همکار سغره دیلت پاکینه کی جای کار گفتی اینا پیداش کردیم جوره. نه البته برادرم دل من پاک است. چیکار است؟ بفرمایید چای شما شربتی آلوچه‌تان. تشکر. شاید میریسکی بودن زهرا را پنهان میکند. نوشی جان یگان چیزی دیگر میخواهید؟ میلیس گپ زده میتوانیم؟ البته. درباره چی؟ درباره دختر نقابدار. میلیس التماس در کجا بودن دختر نقابدار را با من بگوی. آخر مراد من دختر نقابدار را نمیشناسم. چرا نمیفهمی تو؟ باید گپ زنم میگویم. مرا فریب کردن نتوانستی اکنون دخترم کم رو فریب کردن میخوایی ها؟ من تو را میفهمم. او برایت عزیز است و نمیخواهی او را به کسی تسلیم کنی. ولی با تو قول میدهم که اجازت نمیدهم که پلیس دختر نقابدار را دستگیر کند. با این نگاه کن چه خیلی نقش میبوزدم. میلیس میدانم به من باور نداری ولی از تو خواهش میکنم گپ هایی که حاضر میگویم به دختر نقابدار برسان. همه چیزی که به تو گفتم درست بود. به تو در هیچ مسئله دروغ نگفتم. تو را بسیار دوست می‌دارم. التماس فهم تو را بسیار یاد کردم. چرا این خیل میکنی؟ چرا با من باور نمیکنی؟ به تو احتیاج دارم. لطفاً اینها را برسان میلیس. تشکر زیاد. چی گپ است؟ تو بازی کردن رو دوام ده کمیسر. بازی آخر رو من میکنم. بس است آخر مادر و دختر قریب مرا میکشتن. این چی گپ است؟ میبخشید یک لحظه ممکن؟ من دامولای مسجد رو میجویم. چی کار میکنی دامولای مسجد رو؟ یک سوال رو میپرسیدم. سوال میپرسیدی؟ این بچه‌ای که آمده ایستاده است که هجری مؤذن مسجد ما است. سوالت رو از اون میتوانی بپرسی. میبخشید یک سوال داشتم، ممکن است بپرسم؟ چه؟ استاد یک سوال مهم دارم. از صبح سرم رو گرم کرده است. دامولو یک بچه به خاطر دختری دوست داشتهش دینش رو عوض کند جایز است؟ چی؟ جایز است دامولو میگویم. انشالله میلیس گفته هایم را میرساند. آخر من همه چیز را نقل کردم.
شاید تاثیرش کرده باشد. آخر دختر عمکش است. زهرا، کنی برا یک روی رو بس کن، قربان چشمانت شوم. بله استاد، جایز است. باید این را از استادم پرسم. خب ولی شما دوملو نیستید ها؟ یک لحظه استاد، اینجا بیا. فقط خفقه گوش کش. سوال داری ها؟ گوش کن، بسیار مشغول هستم، بعد سوالت را میپرسی. استاد، اگر مرد برای دوست داشتهش دینش را عوض کنه جایز باشد؟ چی؟ من هم همین خیل گفتم استاد. پسرم، برای دختر دین را عوض میکند، این چی سوالی به معنی است؟ سوال این رفیق است. چه خیلی او پرسید، با تو هم گفتم. رفیق؟ بله جایز است استاد. چه خیل؟ جایز است گفته پرسیده استاد است. پسرم، برای دختر دین را عوض میکنند. چی کار میکنی؟ از دین اسلام گذشته بود پرست میشوی مگر؟ نه استاد، به این هم او بود پرست است، میخواهد دین اسلام را قبول بکند. یعنی این خیل. جایز است، البته که جایز است. البته البته یعنی برای دختر دین را عوض کردن جایز است. چه خیلی که نباشد، عشق حسیاتی زیبا است. دختر سببی کاری خیری شده است. تو وقت را از دست نداده زود دینت را عوض کن. میلش انشاءالله مبارک می شود. خدا از شما راضی باشد استاد. از هممون هجری. بسیار استاد دانشمند. اینها چی هست؟ سوال هستن؟ نه، محصولاتی که اینشان برای خوراک باید گیرم که اینجا نوشته فراموش نکنم. خط عربی رو رنگ پای مرچا نوشته ای. من خط عربی رو خوب میدونم. تو سوباسی رو میشناسی؟ سوباسی ما رو میگویید؟ بله، او همسایه‌مان است. مرکز آموزشی کبیر سکول برای خویشمندان جهت آموزش زبان‌های بانفوذ خارجی از جمله انگلیسی، روسی، خیتایی، کوریایی، آلمانی و ترکی را به راه مانده است. علاوه بر این در این مرکز کورس‌های آموزشی برنامه‌های کامپیوتری و محاسبی با برنامه 1S نیز تعلیم داده می‌شود. اینچنین به داوطلبان کورس‌های مخصوصی تیاری برای از خود کردن سوالنامه‌های تستی جهت داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی، کالج و آموزشگاه‌های جمهوری و خارج کشور فراهم آورده شده است. آموزش فن‌های دقیق از قبیل فیزیکا، الجبرا، بیولوژیا و امثال این در مرکز با جلب آموزگاران با تجربه و دارای تخصص بلند کسبی صورت می‌گیرد. صنفخانه‌ها با معاصرترین عیانیت‌های تعلیمی مجهز می‌باشد. مورد به تأکید است که در مرکز کورس‌های تا مکتبی نیز پیش‌بینی شده. با آنها مربی‌های صاحب تخصص تربیت می‌دهند.